سلام، به کانال فوتبال 90 خوش آمدید. ثروتمندترین فوتبالیست‌های دنیا چه کسانی هستند؟ اگر نمیدونی حتما این ویدیو را ببین. رتبه 10 دخیا در حال حاضر با هیچ باشگاهی در ارتباط نیست. با ثروت 60 میلیون پوندی جایگاهی را در بین 10 بازیکن برتر لیست ثروتمندترین بازیکنان کسب کرده است. رتبه 9 لواندوفسکی مهاجم لهستانی در حال حاضر در فهرست ثروتمندترین بازیکنان لیگ اسپانیا قرار دارد. لواندوفسکی در سن 35 سالگی از یک حرفه طولانی و درخشان برخوردار بوده است و دوام او تاکنون احتمالاً سهم قابل توجهی در ارزش دارایی 67 میلیون پوندی او داشته است. رتبه 8 محمد صلاح ستاره مصری که در لیگ انگلیس بازی می‌کند و جزو برترین بازیکنان لیگ انگلیس هست و دارای حدود 71 میلیون پوند هست. رتبه 7 آنتونی گریزمان ستاره اتلتیکو و تیم ملی فرانسه 71 میلیون پوند دارایی دارد. رتبه 6 پوگبا با وجود محرومیت از فوتبال و محرومیت 2 ساله دارای پوگبا 91 میلیون پوند هست. رتبه 5 کیلیان امباپه که بعد از جدایی از پاریس به رئال پیوست و حدود 143 میلیون پوند دارایی دارد. رتبه 4 نیمار که با پیوستن به الهلال ثروتش 2 برابر شد. نیمار در حال حاضر 198 میلیون پوند دارایی دارد. رتبه 3 رونالدو در دوران حرفه‌ای همیشه یک برند بوده است و پردرآمدترین فوتبالیست جهان محسوب می‌شد، اما ثروتمندترین نیست و دارایی حدود 476 میلیون پوندی دارد. رتبه 2 لیونل مسی نابغه فوتبال که بعد از پیوستنش به اینتر میامی دارایی حدود 516 میلیون پوندی دارد. رتبه 1 فایق بلکی یکی از نام‌هایی که ممکن است برای بسیاری آشنا نباشد فایق بلکی است که به عنوان ثروتمندترین بازیکن فوتبال جهان شناخته می‌شود. ثروت این بازیکن از فوتبال نیست و دارایی حدود 16 میلیارد پوندی دارد. دوستان سابسکرایب فراموش نشه تا ویدیو بعدی. خداحافظ.